حامله شدن فرزانه ناز از دوست پسر ایندیش حقیقت داشته است یا خیر؟ فرزانه در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری فرزانه ناز از هنر موسیقی چی بوده است؟ و رقابت عجیب و باور نکردنی فرزانه ناز با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور و محبوب در میان جوانان و هنرمندان افغانستان بوده است. اکنون می توان گفت فرزانه ناز یکی از چهره‌های مشهور صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک افغانستان هم به حساب می آید. وی کارهای هنریش را از سن نوجوانی آغاز کرد. در آن زمان در افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرد. فرزانه ناز شاگرد هنری سلیم شاهین بوده است، ولی بارها از این حقیقت انکار کرده است. فرزانه ناز در پاکستان آهنگ‌های سرود و مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها در کشور پاکستان و مردم پاکستان قرار گرفت. فرزانه ناز بعد از آن که سفرهای آسیایی به کشور دبی و هندوستان داشت و آهسته آهسته از هنر موسیقی دوری گزید و می‌خواست دختر سینما در هندوستان شود، ولی به این آرزویش نرسید و اکنون در دبی زندگی می‌کند و تصاویر وی این روزها در صفحات مجازی دست به دست می شود که از دوست پسر ایندیش باردار شده است، ولی تا کنون حقیقت این ماجرا از طرف فرزانه ناز تایید نشده است. ولی فرزانه ناز در کشور دبی مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک است. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند و تمامی جوانان افغان از بارگاه ذات لایزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درود دیگر، همتان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.